که کسی زکات برش واجب شد و نداد، این حکمش کفره. حتی در آیه قرآن هم تصریح شده که مانع زکات کافر است. بله. و در دولت اسلامی حکمش قتل است. همطور که زنای محسن حکمش رجمه، مانع زکات هم حکمش قتل. حالا ولی خدا خیلی سخت گرفته شرایطش که استاد، یعنی در روی پل صراط در اون موقفی که از خمس پرسیده میشه، از خمس همه درآمدهای اون شخص مکلف پرسیده میشه. بله، اینجا سوال دقیقاً از این است که این پولی که در راه خدا دادی از کجا بوده، از چه منبعی بوده. لذا بررسی میشه شما درآمدی که داشتی، حالا چه معدنی رو پیدا کرده از دل زمین، از دل دریا، از هر کجا رفته، یعنی کار کرده، جهد کرده، یک پولی رو به دست آورده. حالا چه کار کرده، چه اینی که واقعا زمینی خریده در وقت شخم زدن یه گنجی پیدا کرده، بالاخره این خمس فوراً بر او مسجل می شود. بیش از نیازش باشه، اندازه نیازش رو جدا کن، خودش، زن و بچهش، فرزندانش، به اینا کار نداریم، اما بیش از نیازش اون زائد بر معونه رو میگن خمس، بر او مسجله. یعنی خدا در خمس اون حق دارد. این حقش هم مختص پیغمبر قرار داده و مختص امام مهدی سلام الله علیه. لذا خیلی کوتاهی میشه اینجا مردم حساب نمی کنن. و کفا بنا حاسبین، با او دستگاه خدا دستگاه حسابرسیه. ما حسابرسیم، شما حساب نکنی ما حساب میکنیم. خب جناب استاد مدرسی فرمودید که این حق خمس واجب میشه بر اون چیزی که افراد نیازی از اون ندارن و به صورت پسنداز باقی مونه، اما این حقی که واجب شده باید به چه کسی پرداخت بشه؟ خمس خب خیلی واضحه، باید به خدا داده بشه. خدا هم نماینده داره، باید به نماینده خدا داده بشه. پیغمبر است، خب پیغمبر امروز نیستن، وصی دارن، حضرت مهدی است. خب حضرت مهدی امروز غائبن، وکیل دارن، نماینده دارن. یعنی این دین اینطور نیست که در هوا رها شده. بله. افرادی هستند که اینا از طرف حضرت مهدی هم احکام خدا رو به ما میرسونند، هم اینه که دستورات دین را که دین فرموده اجرا میکنند در حدی که میتونن. از جمله توانایی این فقها این است که این پولها رو بفهمن، مصارف حضرت مهدی، خرجهایی که حضرت مهدی راضی هستن چیست، کجاست، و این پولها رو در اون مصارف خرج کنن. عرضم اینه که از گردن شما در بیاد، برو بده به نماینده خدا. بله. و اون نماینده خدا و حضرت مهدی اون بهتر میفهمد که پول رو کجا خرج کنه. خب خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم.